امسال در حقیقت نوروزی بسیار نیکپای آمد و فرخوندگی و خجستگی نوروز امساله در آن است که امسال پیش آمدن نوروز مناسبت‌های دیپلماتیای سیاسی در بین دو کشور ابرقدرت تاجیکستان و ازبکستان بسیار در حد عالی برقرار گردید. ما پزمان این مناسبت‌ها بودیم. تمام فردها، افراد و جامعه هم ازبکستان و هم تاجیکستان پزمان همین خیل مناسبت‌ها بودند. چون که ببینید که نوروز خودش خصوصیت‌های مخصوص دارد. نوروز با همچون آیینی بهین و پاکمنشی و راستپنداری خصوصیت‌های عجیبی دارد، چون بخشندگی، صلح، عدالت، محبت به یکدیگر، پاکی، آراستگی. در جلسه نوبتی ملاقات هر ساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با زیایان کشور که به یک عنعنه در آمده است، بسیار ملاقات خوبی صورت گرفت. پرزیدنت محترم ما درباره اهمیت نوروز، درباره بکار و با ذوق و زیبایی پرستی عادت کردن و تربیت کردن این نسل نوین کشور دعوت کردند و همچنین برای پیشرفت کشور ما بالا بردن احساس وطن دوستی و تحقیق بیشتری نوروز و فرهنگ گذشته ما و امروز ما، اینچنین وظیفه گذاشتند که شاعران، آهنگسازان، رسامان، فیلمبرداران و کارمندان تلویزیون همه برای بیشتر تصویر کردن منظره های زیبای طبیعت دیار ما که امسال سال توریسم و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. همین منظره های زیبای ناتکرار کشور ما رو، آبها و چشمه های شفابخش آن که از جمله خیلی هم نادر هستند و این یک ثروت بزرگ ملی ما می باشد، نشان داده توانستن در کار است گفتن جناب عالی. یعنی ما وظیفه دار هستیم که معرفگری کشوری خود ما باشیم. هر کدام ما، هر یک فردی جمهوری تاجیکستان در پرتو سخنها و سپارش های سرور محترم دولت ما وظیفه دار است که کشوری خود را نه تنها دوست دارد بلکه به دیگران نیز چنان معرفی کرده تواند که سیاح‌ها زیاد شوند، از تاریخ ما و از طبیعت زیبای کشوری ما خارجان نیز آگاه شوند، بهره‌ور شوند، لذت استتیکی و لذت طبیعی برند. بنابراین ملاقات سرور کشور ما در عرفه جشن بزرگ ملی و بین المللی ما نوروز واقعا هم یک پدیده تاریخی بود که همه ما را نه تنها از وظیفه هایی که در پیش داده است در این سمت بار دیگر آگاه کردن، بلکه برای آبروی نفوذ تاجیکستان را در سطح بین المللی بالا رفتنش خود پرزیدنت ما کارهای زیادی را انجام داده ایستادند. هر یک نماینده یعنی که در سکونت در مناطق حوزه نوروز دارد به خرسندی داده می شود و سعادت وی را فرا می گیرد و با تازه کردن خانه و محیط سکونت و با تازه کردن یعنی با روح بلندی کوشش می کند که کینه و کدورت را از دلها تازه کند. یعنی که آیین بهین و آیین راستمنشی از آن عبارت است که نوروز چنین عنعنه و مراسم است که هر یک انسان باید قلب‌های خود را روشن سازد و با روشن ساختن قلب‌های خود یعنی
کینه و کدورت را، تمامی بدیها را از دل خود، از قلب خود نیست کند و با همگان در مناسبت خوب انسانی قرار گیرد. یعنی اساس نوروزی و رسم و آیین نیاگان ما این انسان دوستی، گومانیسم و افتخار از انسان دوستی و محبت به یکدیگر است. از اینجاست که متفکر کلاسیک تاجیک صاحب میگوید که عدالت کن که در عدل آنچه یک ساعت به دست آید میسر نیست در 70 سال اهل عبادت را.